عملیه انبساط و انقباض در مایعات را چگونه به روش بهتر و خوبتر تشریح و توضیح نماییم؟ و آیا انبساط حرارتی در مایعات با جامدات یکسان می باشد؟ سلام، من حمیدالله میرزایی هستم. در این ویدیو تجربه را در مورد عملی انبساط و انقباض در مایعات در نظر گرفتم که خدمت شما اجرا میکنم. برای اجرای این تجربه ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک عدد بالون قاعده مدور شیشه‌ای، مقدار آب رنگه، یک عدد قلم توش یا مارکر، یک عدد کارک یک سوراخه، یک دانه نل شیشه‌ای، یک تا گیرای بالون یا گیرای بیکر و منبع حرارت. روش کن چگونه است؟ اول ما شما میگیریم یک محلول رنگی از آب تشکیل میدیم که در اینجا ما یک محلول رنگی از پتاسیم پرمنگنیت از قبل آماده ساختیم. اینا چیکار میکنیم؟ محلول رنگی رو میگیریم، در بین بالون قاعده مدور انتقال میتیم، در بین بالون شیشه‌ای انتقال میتیم و بالون کاملا از محلول رنگی پر میسازیم. بالون کاملا از محلول پر میسازیم و فعلا محلول رنگی ما و شما در حرارت اتاق قرار داره، یعنی گرم نشده یا در حالت عادی خود قرار داره. زمانی که بالون از محلول رنگ پر شد، اینا چیکار میکنیم؟ کارک یک سوراخه را، یک نل شیشه‌ای را بالایش نصب میسازیم. وقتی نل شیشه‌ای بالای کارک قرار گرفت، من میگیرم نل کارک بالای بالون قرار میدم. شما میبینید که با قرار دادن کارک بالای بالون مایع یک اندازه سطحش بالا آمد در داخل نل. علل به خاطر از اینکه ما شما بتونیم عملی انبساط باز براحتی اینجا ببینیم، چیکار میکنیم؟ سطح فعلی مایع، یعنی قبل از اینکه ما شما محلول خود حرارت بدیم، توسط مارکر در اینجا نشانی میکنیم. شما میبینید که فعلا سطح مایع ما شما در این قسمت قرار داره. اینا مرحله است که بگیریم بالون حرارت بدیم، یعنی مایعی که در داخل بالون قرار داره حرارت بالا ببریم با استفاده از یک منبع حرارت که من منبع حرارت بالون در دسترس دارم. اگر شما این منبع حرارت داشتین خوب، نداشتین میتونید از یک منبع دیگه حرارتی استفاده کنید. ولی در جریان از اینکه ما و شما بالون حرارت میتیم، باید موضوع احتیاط در نظر بگیریم که خود نسوزانیم. من منبع حرارت در برق وصل میسازم. اینال بالون میگیرم، فعلا سرد است، قرار میتونم بالای منبع حرارت. زمانی که بالون بالای منبع حرارت قرار گرفت، ما و شما تغییرات سطح مایع را در اینجا چک کرده میریم یا بررسی کرده میریم که کدام تغییرات در اینجا به وجود میاد. هنوز کدام تغییر در اینجا دیده نمیشه، یک اندازه بررسی فرصت میدیم. ما شما میبینیم که اندک اندک مایع حرکت میکنه طرف بالا، یعنی سطح مایع از مرحله که اول قرار داشت از اون مرحله میره طرف بالا. دلیل از اینکه حجم مایعات با ازدیاد درجه حرارت زیاد میشه است که وقتی ما شما برای یک مایع حرارت میتیم، ذرات تشکیل دهنده مایع یعنی مولکول ها یا اتم ها حرارت جذب کرده و با جذب حرارت فاصله بین ذرات بیشتر میشه، یعنی ذرات هم حرکتشون بیشتر میشه، هم فاصله بین ذرات بیشتر میشه. با ازدیاد فاصله بین ذرات مایعات انبساط میکنه یا حجم مایع بزرگتر میشه. شما تغییرات در سطح مایع میبینید که در شروع در کجا قرار داشت زمانی که مایع سرد بود و اما فعلا چقدر حجم مایع در داخل تیوب شیشه‌ای بالا رفته و این برای ما شما عملا عملی انبساط در مایعات نشان میده. هرگاه ما بگیرم بالون از بالای منبع حرارت دور بسازم، در حالت در بالای در نقطه قرار بدیم که بالون دوباره سرد شد. وقتی من بالون از بالای منبع حرارت دور ساختم و اینجا قرار دادم، زمانی که ما شما برای مایعی که در داخل بالون قرار داره اجازه بدیم و برای بالون اجازه بدیم که سرد شود، دوباره ما شما میبینیم که مایع
میره در حجم اولی خود، یعنی زمانی که درجه حرارتش دوباره با درجه حرارت اولی یکسان شود، یعنی با درجه حرارت اتاق یکسان شود، مایع دوباره هم حجم اولی رو بر خود میگیره. یا هر ما شما سرد بسازیم میره مایع دوباره هم حجم اولی رو بر خود اختیار میکنه. ما شما میتونیم با اجرای از این تجربه عملیه انبساط و انقباض در مایعات به شکل واضح و بهتر بر دانش آموزان تدریس کنیم. امیدوارم موضوعی را که در نظر گرفته بودم یا فعالیتی را که در نظر گرفته بودم براتون مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.